راهبر حرکت سیاسی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 سهراب ظفر از روز دوم مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه بی‌درک شده است. در این باره گروه 24 روز 11 مارس با نشر یک اظهارات فوری خبر داد و گفته همصفانش سهراب ظفر از صبح دوم مارس در تماس نیست و گوشه تلفنش نیز خاموش بوده. تا کنون از وی در کجا قرار داشتنش هیچ خبری نیست. همصفانش میگویند رهبر گروه 24 که تقریبا 10 سال باز در ترکیه به سر میبرد وقتهای آخر همه باره نوشته‌های تهدیدآمیز دریافت میکرد که به زودی کشته و او را بوده و به تاجیکستان برده خواهد شد. در روزهای آخر سهراب ظفر الکی نفر دوم از گروه 24 است که در ترکیه بی‌درک می شود. یادآور می شویم که نماینده گروه 24 در ترکیه نسیم جان شریپوف روز 23 فوریه سال 2024 در شهر استانبول بی‌درک گشته بود و تا حال در کجا قرار داشتنش معلوم نیست. مقامات ترکیه با وجود گذشت قریب 3 هفته از ناپدید شدن نسیم جان شریپوف تا حال قضیه او را شرح ندادند. سهراب ظفر از اکتبر سال 2014 در ترکیه زندگی داشت. او بار اول سال 2014 با درخواست مقامات تاجیکستان همراه اساسگذار گروه 24 عمرعلی قوتوف، جانشین رهبر حرکت حسین اشورov و عبدالرشید حامیدوف دستگیر و زندانی شده بود، ولی بعد 6 ماه دادگاه شهر استانبول آنها را سفید و آزاد کرد. بعدا چند مرتبه دیگر از طرف پلیس شهر استانبول بازداشت و رها شده بود. مقامات تاجیکستان تا کنون در مورد از طریق وسیله‌های رسمی یعنی توسط استرداد بازپس بردن نماینده گروه 24 در ترکیه یگان بار موفق نشده بودند. به این دلیل همصفانش احتمال ربوده شدن سهراب ظفر را استثنا نمی کنند.